بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دوستایی که ویدیو رو میبینن. خدا کنه که جور صحتمند باشین. در این ویدیو میخوایم که نوع پرزنتیشن رو براتون آموزش بدیم. به این شکل برای شما پرزنتیشن نمایش داده شد. به این شکل. خب در مرحله اول میریم یک صفحه باز میکنیم و یک وقتی که صفحه رو باز کنیم میریم در قسمت ایت دایره رو انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کردیم باز یک مربع به این شکل یک مربع رو میگیریم و کپی میکنیم یک تا دیگه هم به این شکل. خب وقتی که ما نکاره کردیم مرحله بعدی میریم انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کردیم میریم به این قسمت ریاضی آپشن. وقتی که کار کردیم یا را انتخاب میکنیم و دیلیت میکنیم یا چیز اضافی شکلا دیلیت میکنیم. وقتی که یا را دیلیت کردیم یا را انتخاب میکنیم و گروپ میکنیم. وقتی که گروپ شد یک مقدار بالا میکشیم و به این شکل درستش میکنیم. وقتی که به این مرحله رسیدیم میایم روی ازی در مرحله اول اینجا میگه یک پیکچر اضافه کنیم. اینجا ما یک پیکچر اضافه میکنیم و یک دوپلیکیت میگیریم. وقتی که دوپلیکیت گرفتیم اینا میچرخانیم و این اولی را یک چیز متفاوت تر میتیم. پس میایم روی ازی و بر ازی هم یک پیکچر اضافه میکنیم. میایم روی انزرت، از انزرت میریم از فایل خود یک عکس اینجا اضافه میکنیم. وقتی که عکس اضافه کنیم میریم باز دوپلیکیت میگیریم. دوپلیکیت گرفتیم میره باز میچرخانیم به این شکل و ایرام یک چیزی میتیم. پس میریم روی زی و به یک پیکچر اضافه میکنیم. روی پیکچر اولیز باید تبدیل شد. میریم اینجا دیم یک پیکچر اضافه کردیم و بازی را دوپلیکیت میگیریم. وقتی که دوپلیکیت گرفتیم بازی را میچرخانیم. وقتی که چرخاندیم باز از این کلیک میکنیم و ایرام یک صفحه میتیم و دیم یک پیکچر اضافه میکنیم. خب دیم یک پیکچر اضافه کنیم. وقتی که کار کردیم میریم در روی اول که آمدیم ترانزیشن ایرم انتخاب میکنیم. باز میریم ایر انتخاب میکنیم. اینجا ایر انتخاب میکنیم. اینجا ایر انتخاب میکنیم. وقتی که کارا را کردیم باز میریم مرحله بعدی یک متن یک چیزی اینجا اضافه میکنیم که پرزنتیشن ما کمی خوبتر معلوم شد. خب در این قسمت ما این متن را اضافه کنیم. وقتی متن را اضافه کنیم حالا میریم ببینیم که پرزنتیشن ما چه شکل با خود گرفته. به این شکل ما یک پرزنتیشن را به این شکل میتونیم که آماده کنیم. فکر کنیم ویدیو خوشتون به تشکر.